فاینال فاینال، قصه ها رو بشنو از فاینال. فاینال فاینال، راهی تازه پیدا کن با فاینال. یه لحظه فکر کن، یه لحظه باش، همراه ما، هم قدم هم صدا، لا لا لا. فاینال. ما داشتیم از همدلی میگفتیم و حضور و وجود آقای دکتر واقعا حالمون رو بهتر کرد، چون کارهایی که انجام دادن و پیشینه‌ای که شما در موردشون تعریف کردین و تجربه‌ای که شما ازشون داشتین و حرفایی که خودشون میزنن، نمیدونم دل من انگار روشن شد. حالا به عنوان یک ایرانی امید اومد، هم افتخار اومد، هم پراد اومد. من روی اینستاگرام مثلا این پسر عزیزمون دن عزیز که دیانوش اسمشه، که موفقه در کارهای پزشکی و کمپانی میلیارد دلاری داره و داره فعالیت میکنه، واقعا وقتی حرف میزنه حالم خوب میشه، احساس میکنم پس اینم هست، پس این اپورتونیتی هم هست، این موقعیت هم هست، این افراد هم هستن، پس دلم خوش باشه. همه هم اونجوری نیستن، یه بد میتونه یه عالم اذیت کنه، باید یه عالم خوب جمع بشن. و از همدلی آقای دکتر گفتن و راز موفقیتشون رو داشتیم ازشون میپرسم که یه سری رازا رو شما گفتین. من دوست دارم بیشتر راجع به همین امپاتی و همدلی تو این برنامه صحبت بشه. وقتی که شما اولین بار وارد یه اتاق خواستین بشین که اون فرد ایدز داشته، بهتون گفتن وارد نشین، پرسش به وجود اومده که چرا من وارد نشم؟ آیا واقعا اینجوری واگیر داره؟ من باید برم دنبالش ببینم از چه کار میتونم برای این مریضا بکنم. و موفقیتتون اونجا اونقدر چشمگیر شده که بعضی رو اذیت کرده و بعد اومدین دست بر نداشتین. یعنی این همه اذیت شدین تو ایران در مورد اون خوبیاتون، ولی اومدین خارج از کشور بازم ادامه دادی این خوبی رو، چون همونطوری که گفتین این یه چیزیه که از پدر اومده، ریشه داره، تاریخ داره، نمیتونن از شما بگیرن. ممکنه کشورتون رو بگیرن، موقت بگن نباشین توش، ولی اون آیدیا وجودتون و اون همدلی رو نتونستن از شما بگیرن. و خیلی از ایرانی‌ها اومدن بیرون، موفق شدن و الان دارن دست دیگران رو میگیرن و من خیلی خیلی خوشحالم از این موضوع و دوست دارم بازم ازتون بشنویم. نکته‌های خیلی مهمی مطرح کردین. چون کاری که ما از روی ایدز شروع کردیم نمیدونستیم میخوایم چیکار کنیم، فقط میخواستیم یه کاری انجام بدیم. وقتی که اولین بیمار رو به من مراجعه کرد، با مادرش اومده بود، مادرش گفت این پسر من ایدز داره میمیره. ما طبق سیستم پزشکی مرحله اول ایدز بهش میگیم HIV. من نگاه کردم گفتم این HIV داره، گفت خدا رو شکر. اصلا همه چی عوض شد که با یک جمله درست تغییر جمله چقدر میشه فرد تغییر کنه. اولین بررسی کردیم ببینیم علت مرگ بیماران مبتلا به HIV چیه. در اون موقع در آمریکا عفونت‌های فرصت طلب بود به علت اینکه سیستم ایمنی سرکوب میشه، اینا بیماری قارچی میگیرن یا سرطان میگیرن. وقتی ما مطالعه کردیم 58% خودکشی بود. یعنی کسی که میتونست 10 سال 20 سال بعد زنده بمونه در سال اول خودشو میکشت به علت انگی که از جامعه بود که میگفتن تو حتما یه کار خلافی کردی و اونا بالاخره مرد مخصوصا تو کرمانشاه یک غروری دارن، این میس جاجمنت باعث میشد که هیچ انتخاب دیگه نشته باشه، به جای اینکه خشمگین باشه وایلنت باشه خودشو از صحنه حذف میکرد. ما وقتی رفتیم که زندان، داستانش رو یکم من برای شما تعریف کنم قبل از اینکه ما شروع کنیم بحث HIV ایدز. اولین مورد HIV ایدز در یک پسر هموفیلی در ایران شناسایی شد به خاطر خونایی که از فرانسه می اومد آلوده بود. برای 10 سال دولت میگفت ما ایدز نداریم، اگه هم داریم محدود به این خونهای آلوده که میخواستن در واقع سو کنن. بعد از 10 سال صحبت بین کارشناسا و سیاستگزارا اومدن گفتن خب ما بررسی کنیم تو گروه‌های پرخطر. خب کجا میتونیم گروه‌های پرخطر پیدا کنیم؟ تو زندان.
و معتادانی که در زندان دستگیر می شدن و دیدن که میزان 5 تا 8% زندانی ها HIV ایدز داشتن در 3 شهر، در 3 تا زندان، آب حیات کرمان، عادل آباد شیراز و دیزل آباد کرمانشاه. آب حیات بستن، عادل آباد رو کاملا مخفی کردن، موند دیزل آباد کرمانشاه. گفتن چیکار کنیم؟ یکی از نماینده مجلس که خوش پزشک بود گفت که باید یه کاری برای اینا بکنیم. رفت با بیماری خاص صحبت کرد، 10 میلیون دلار گرفت که بیاد بیمارستان ایدز بزنه. پس پولو داشت، قدرت هم داشت، فکر کرد همه چیز. اومد تو تلویزیون صحبت کرد. مردم چیکار کردن؟ مخالفت کردن. گفتن شما میخوای بیمارستان ایدز رو تو کرمانشاه راه بندازی، همه ایدزیای سراسر ایران بیان کرمانشاه پر از ایدزی بشه، دیگه کسی دختره ما رو نمیگیره. اومدن تو خیابونا شیشه‌های استانداری شکستن و هیچ کسی این عضو مجلس رو که دور قبل بالاترین آورد رأی بشنید، حتی اعضای خانواده‌اش. و این 2 سال باعث شد که سکوتی در مورد ایدز نه تنها در کرمانشاه یا ایران، حتی در ترکیه، بهترین روزنامه‌های ترکیه هم اومدن صحبت کردن که بعد این وضع ایدز رو ما نباید چیز کنیم و یعنی منطقه سکوت شد. اینجا جایی بود که ما شروع کردیم و ما اوریجینال از کرمانشاه بودیم. کاری که در تهران شروع کرده بودیم، تحقیقات و پایان‌نامه و اینا، گفتیم حالا باید یه خدمت بکنیم. اومدیم در کرمانشاه و گفتیم که می‌خوایم این کارو بکنیم. معاون دانشگاه گفت که اگه می‌خواین کاری بکنین این انبار رو به شما میدم، اگه اوضاع خراب شد میگم شما رو نمیشناسم، اگه خوب شد کردیتو من میگیرم. گفتم چه بهتر. شروع کردیم از یه انبار. بعد گفتیم اینا از کجا میان؟ میگفتن اینا از زندان. ما تو زندان یه بند جدا گذاشتیم، اینا پنجره‌شون رو بلاک کردیم، با بیل بهشون غذا میدادن. من گفتم در رو باز کنین برم ببینمشون. گفتن نه اینا خطرناکه، اینا هیچ آدمی. گفتم باز کنین. باز کردم، شروع کردم بغل کردن. اینا دگرگون شدن و اینها که آزاد میشدن قبل از اینکه برن خانواده‌شون رو ببینن میومدن پیش ما و من میرفتم خونه های اینا یکی یکی صحبت میکردم. بعد از ساعت 5 میگفتن شما که تو تلویزیون دیدیم، چطور اومدی؟ بچه ما 20 سال زندانی، معتاد تزریقی، هوملس. دوست میگم این آدم خوبیه، این که کار بدی نکرده، هر کسی میتونه بگیره. احساس گناه بهشون دست میداد، گریه میکردن. فردا میومدن کلینیک ما. مریضای ما از هفته یکی به روزی 60 تا ظرف 6 ماه افزایش پیدا کرد و اینا شدن. یه بار یه نامه از زندان، من 600 تا زندانی نامه نوشته بودن که ما میدونیم داری چه کار انجام میدی. قدم به قدم، همون که میگه با ما به استراتژی شروع کردیم و اینها می اومدن مثلا به من میگفتن من یه رفتم دستفروشی کنم، مغازه‌دار گفت تو ایدزی هستی، اومد با چاقو زد تو سر من و دستش پاره شد. من میخوام کمک این کنی که از من ایدز نگیره. یکی دیگه جوان خوشتیپ، چشای رنگی، گفت من از زندان آزاد شدم، رفتم پارتی، دختره اومد به من گفت بیا با هم ارتباطشون. گفتم نه. گفت تو مرد نیستی، منو تحقیر کرد، ولی من چون به تو قول دادم که هیچ کس از من HIV نگیره نذاشتن. یکی دیگه بود گفت که مثلا یکی از همکارای دیگه اومد با شیشه لیوان زد تو سر من، دست شکست، بیا کمک کن. اینه یعنی این عشق، مسئولیتی در اینها ایجاد کرد، مثل یک نتورک قوی که شروع کردیم. هر هفته میرفتیم کوه، میگفتم کوه مثل این سختیه، بالای کوه ما میریم و سعی میکنیم تو مسیر که میریم چیزهایی که زباله است و اینها جمع میکنیم. بعضی میگفتم من 20 سال کوه نرفتم. شروع میرفتیم بالای کوه، زباله جمع میکردیم، بالا کردی میرقصیدیم، یه چیزی هم میخوردیم. روز جهانی اعتیاد 3000 نفر اینا کمپین دعوت کردن به کوهپیمایی که ما هرچند که مثبتیم چه بود میخوایم مثبت بشیم برای جامعه و این دید رو تغییر داد. بعد خانم‌هایی بودن که خیلی از اینا همسرشون HIV گرفته بودن، مرده بودن، بعد اینا HIVش مثبت بود، بعد خانواده طردشون کرده بودن. بعد اینا با خیرین صحبت کردیم، خونه گرفتیم مجانی و بهشون چرخ خیاطی درست کردیم، آرایشگری. اینا کم کم برگشتن به جامعه. و بعد اومدیم کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل سال 2001 گفت که ما باید گلوبال فاند، صندوق جهانی بزنیم برای کشورهای در حال توسعه و ما از دانشگاه یه لپتاپ درخواست کردیم، قرض نوشتیم 2 ماه و پروپوزال ما قبول شد 16 میلیون دلار.
همه داروها مجانی شد و شروع کردیم در ایران برای اولین بار در کل خاورمیانه اول مرکز گرفت و همین قدم به قدم دیگه حالا جزئیات زیاد داره، ولی میخوام بگم که چطور اومدیم با بعضی از این روحانی‌ها صحبت کردیم، گفتیم کدومشون با سواده، همشون بی سوادن متأسفانه. یه نفر بود که جامعه شناسی خونده بود از دانشگاه سوربن، باهاش صحبت کردیم، اونو انداختیم جلو، اون گفت اینو نگین اینو بگین، اینو نگین. اومدیم چیکار کردیم؟ فریم ورک عوض کردیم، مثل همون اچ آی وی به جای ایدز. وقتی میگفتن شنیدیم شما با سکس ورکرها فاحشه کن، گفتیم با زنان آسیب پذیر، نه زنان آسیب پذیر. بعد شنیدیم که شما میخواید مثلا همجنسگراها رو، گفتیم ما میخوایم هیچ بچه‌ای که به دنیا میاد اچ آی وی نگیره، تو هیچ دینی نیست که بگه باید بگیره، باشه بچه‌ها نگین. خب حالا بچه‌ها نگین، چون مادرها باید دارو بدیم، داروی پیشگیری مادر تو چایلد. بعد از یه سال گفتیم خب اینکه مادر نگیره باید به پدرم بدیم، کاندوم بدیم. پس پدر مادر قدم به قدم. من بهش میگم چجوری تو با پارتنرت میرقصی، دنس ویت یور پارتنر، اینطوری قدم به قدم. به جای اینکه من میگفتم وقتی که پزشکایی که با هم ترینینگ میبینن سر یه مریض اختلاف نظر دارن، تو چرا انتظار داری که از استیک هولدر جامعه ریش سفید همه چی بفهمه؟ باید ببینی فریم ورک اون چیه، با اوناشون و قدم به قدم. بعد اومدیم با 20 منطقه کرمانشاه که بیشتر میزان ترافیک مواد مخدر داشت، 20 تا مدرسه اونجا رو آموزش دادیم، دختر و پسر، نزدیک 10,000 نفر اینا شدن مسنجرهای ما، رفتن تو جامعه صحبت کردن مزایایی که این کلینیک ها دارن. پس مردم به جای اینکه یه اوورنایت یه شبه بیام رو تلویزیون بگیم، 3 سال طول کشید و کار جا میگم احترام و مهر. یعنی الان تو وقتی دارین صحبت میکنیم میبینین احترام گذاشتن و بعد مهر داشتن، این همینجوری یواش یواش اینا رو زنگو میگم آب میکنم، میگم مهره مار چیه، میگم این 2 تا نکته در کنار هم خیلی کمک کننده است. ولی تو خفقان خیلی سخته. یعنی الان ایشون خیلی آروم و نرم دارن تعریف میکنن، ولی چون من خودم با اون سیستم کار کردم و گوینده بودم اونجا و میدونم واقعا سخته دکتر فوجان عزیز. یعنی با اونا چون مثل تعصب به علاوه جاهلیت، به علاوه نداشتن دانش، اینا همه یک کمپانی که اصلا خیلی سخته، یعنی از سنگ هم سخت‌ترن. الان داریم میبینیم دیگه. دکتر فراخ سعیدی یک جراح معروفی تو دانشگاه ملی باش صحبت کردم، میگفت که ببین دیوار ایران بلنده ولی کاوگره، وقتی چند بار بزنی میریزه، وقتی هم ریخت تا پایین میاد. خارج از کشور دیوارش کوتاست ولی بتونه، هر چقدر بزنی یه ذره کم. پس ناامید نشو. به خاطر همین ما وقتی تغییرات رو شروع میکردیم ناامید نمیشدیم. بعد قدم به قدم آدم خوب کم کم پیدا میشن، میگم هستن ولی نمیدونن چی کار کنن. ولی مسئله هم که من الان متوجه شدم روی این مسیری که شما آمدین اینه که شما مسائل فرهنگی خیلی اهمیت دادین، به خاطر اینکه طرز صحبت با ملیت ها و اقوام خیلی اثر میذاره روی اینی که شما چقدر پذیرفته بشین. 1 2 فکر نمی‌کنم شما یه مسیر انتخاب کردین، یه مسیر رو شروع کردین و هر دفعه مجبور شدین مسیر رو یا تغییر دادین یا یه خورده چی میگن درستش کردین یا میونبر زدین. اینا بخشی از تغییره، اینا بخشی از ترانسفورمیشنه. هیچ وقت اینا به خودی خود و به راحتی انجام نمیشه. و حرف شما رو کاملا من درک میکنم که تو خفقان واقعا نمیشه این با این دیدگاه شروع کرد. اما نکته‌ای که ایشون گفتن، ایشون با فکر اینی که بخوان چه میدونم دنیا رو نجات بدن شروع نکردن. ایشون با یک بیمار که یک بیمار رو کمک کنن و من میگم این خیلی اهمیت داره. همونجور که خدمت عرض کردم میتونی با دیدگاه جهانی که یک روزی شاید همه بیمارا رو نجات بدن، ولی فعلا بذار من همین یه بیمار رو. و این خیلی نکته مهمیه که شما از کوچیک شروع کردین، وقتی که پیشرفت رو دیدین، پروگرس رو دیدین، بعد هی دامنتون رو وسیع تر کردین. برای همینم به موفقیت رسیدین. ولی آخرش یه جایی به بنبستم که خوردید کامپلیتلی، تا اونجا که من از داستان شما با خبرم،
آماده بودید که اصلا کامپلیتلی مسیرتون رو عوض کنید، پرواز کنید. یعنی وای نسودید بگید نه مینا من بعد برم. یه جاهای انسان باید این آمادگی رو داشته باشه که میگین خفقان، به خاطر که خفقان زمانی ایجاد میشه که من بخوام با یه طرز فکر بگم همه چی برام درست بشه، ولی وقتی که تدریجاً میرین به خیلی از تئوری‌های روانشناسی مثل ویگاتسکی میگه پیشرفت تدریجی ایجاد میشه و زمانی پیشرفت میشه که بتونی میجرش بکنی، بتونی اندازش بگیری، نه اینی که چشاتو ببندی بری جلو. و در تاریخ خیلی اشتباه ها شده که افراد خواستن این ترانسفورمیشن رو ایجاد کنن ولی با چشم بسته رفتن جلو و شما این کار نکردید. این حقیقتا شگفت انگیزه. انعطاف پذیری، یادم یکی از برنامه‌ها شما داشتیم میگفتیم که وقتی سختی به وجود میاد، شما گفتیم مثل رودخونه‌ای که داره میره، رودخونه اون انعطاف پذیریه رو داره که با سنگ بحث نمیکنه، وای نمیسه اونجا کار انجام بدین. انعطاف پذیریه یک خیلی مهمه که بتونه این فضا رو در حقیقت به وجود بیاره و با نرمش به وجود بیاره به جای سختی. و چجوری بستر رو درست بذارین، این به نظر من نکته مهم. ما تا قبل از ما در واقع بست پرکتیس جوری بود که یه گروهی توی کشور یک کلینیکی درست میکردن، کلی فاند میگرفتن و ادامه میدادن، ولی من میگفتم باید ما سیستم رو اینتگریت، ادغام کنیم در سیستمی که وجود داره. چون اگه شما به فاندینگ وابسته باشی، هر وقت فاندینگ قطع بشه شما هم از بین میری. اومدیم گفتیم در کلینیک های بهداشتی که وجود داره، کلینیک های مثلثی رو ادغام کنیم. کلینیک مثلثی هم علتی که گفتیم قبل از ما میگفتم مرکز ایدز. وقتی میگم مرکزی، هر کی وارد میشه پس این ایدزیه. ما گفتیم بدون اینکه لیبل بزنیم اسمش رو کلینیک مثلثی. مثلثی هم 3 رأس مثلث، HIV، اعتیاد و بیماری‌های آموزشی بود. و گفتیم اون پزشکی که تو اون کلینیکه اوردی استاف هایر شده است، اینو ادغام کردیم و وقتی مدل راه افتاد اکسپوننشیال دیگه، لوگاریتمی، بعد 3 سال یک دفعه شد 150 تا. چون شما اینفراستراکچر داره. برای اولین بار به دکتر خانواده گفتیم تو میتونی HIV ببینی. در آمریکا مشکل داشتن، تا 20 سال فقط باید متخصص عفونی بیان. بعد از ما که ما اومدیم آمریکا دوره فلوشیپ مدل رو ارائه، اینا اومدن همین کارو کردن. یعنی الان HIV تو پرایمری کیر آمریکا شما نگاه کنی از 2010 ادغام، ما سال 2000 این کارو انجام. من قبل از اینکه شما تشریف بیارین تو قسمت‌های قبلی از خانم دکتر فوژان زینی، از خانم دکتر نیکول جعفری و مهمانان دیگه پرسیدم که با این بحران جدیدی که در ایران به وجود اومده چطور دیل کردین، چه کار کردین نظر شخصی. ایشون که گفتن یه عالم گریه کردم. اصلا خانم دکتر فوژان زینی گریه زیاد کرد. ایشون که راه روش خودشونو گفتن و برخوردی که کردن. شما با این همه تجربه و با این حجمی که به هر حال در دوران مهسا خیلی درگیر بودین، برای الان چه کار کردین؟ هم از نظر شخصی خودتون، هم خانمتون، خانواده و اینکه ارتباطات قطع شد و اینا، این تجربه شخصیتون رو. ببین، چون که ما همیشه با چالش مواجه بودیم، مثل یه بوکسر حرفه‌ای کتک خوردن عادیه. برای همین میخوام بشنوم. به قول معروف برای ما عادی بود. این بود که خب اینا نیاز دارن، میگم دیگه، همین امپاتی. خب ما حالا باید چیکار کنیم؟ و همه کارهایی که ما انجام دادیم در 30 سال گذشته همه جدید بوده. یعنی شما هیچ وقت ندیدید کار ما کار تکراری باشه. یعنی همیشه یک سوالی بوده که براش سعی کردیم جواب پیدا کنیم و نمی‌دونیم جواب چیه. در طی مسیر جواب پیدا کردیم. تجربه مهسا خیلی به ما کمک کرد و دوباره این بحران که ایجاد شد دوباره به ما کمک کرد که ما چیکار میتونیم بکنیم. سریع هر جای هر روزنه‌ای وجود داره نیروها رو جمع کنیم و خود اینها، چون بالاخره همه مشتاقن دیگه، اول همون کلمه مستعصل منفعل بعد میان، الان انقدر فعالن و شما باید با اینا بدوی. یعنی با سرعت سریع‌ترینشون باید بدوی. چرا؟ چون شما انرژی که ایجاد میکنی انرژی زیاد میشه دیگه، نمیتونی استاپ کنی و خود اینها سریع بهشون کردیت بدی. یعنی خب الان میخوام مسابقه کی بگم، کی حاضره، برو تو چاپ کن، تو اسمت بذار. مثلا نیویورک تایمز که چاپ شد گفتیم مثلا اسم مهم نیست، بی اس بره. یک شنبه جامعه تعیین که شد بیشترش مال ما بود ولی بدون اسم، که نشون میده اصلا اسم مهم نیست، بذار یاد بگیریم کار مهمه. خب اینا که اینا میبینن همه میشن دیگه و هر کدوم از اینا تغییر رو در اطرافیان خودشون نشون میدن. خب در کنارش هم همیشه بعضی آدمایی هستن دنبال اون منیت خودشونن. به خاطر همین ممکنه که
تو رو به چالش بکشن، هم تو هیئت علمی دپارتمان یا همین تو بحث مهسا یا بحث قبلش که چون وقتی ما کار شروع کردیم بعد از ما کسان دیگه هم می‌خواستن این کارو بکنن ولی موفق نشدن. چرا؟ چون دنبال خودشون بود. یا بحث مهسا نتورک‌های دیگه بود ولی نگاه می‌کردین شبکه یک نفر است و بعدم متلاشی میشد. خب و بعد قیاس به نفس میکنن. مثلا ما وقتی ایدز بودیم خب این کارا رو میکنه که مقاله چاپ کنه که بره آمریکا. ما اومدیم آمریکا بورس دیگه بر نمیگه، برگشتیم. پس چرا برگشت؟ اونجا راشتن دوباره اومدیم هاروارد. پس بعد من گفتم شما مشکلت اینه که هیچی نمیخوای، نه پول میخوای، نه مقام میخوای، نه شهرت. میدونی چرا؟ چون هر کسی یه گینی داره. بعد که شما گین نداری اینا گیج میشن. بعد از درون شکسته میشن. آره. البته اون پکیج خودش میاد، یعنی نیازی نداره. من منظورم اینه که اون افرادی که با شما به خاطر شما رو سریع میخوان توی قالب بذاره، شما نباید دل سرد بشی. چرا؟ چون هدفت اینه. من هدفم اینه که اون بیمار ایدزی خودکشی نکنه، برگرده به جامعه. حالا این میاد به من انگ میزنه. وقتی من اینجا سخنرانی میکردم میگفتن تو با داری دولت ایران رو پروموت میکنی. بعد رفتم ایران زندان. پس چی شد؟ چرا 3 سال زندان میریم ازن؟ چون مردم همیشه قضاوتت میکنند. اگر قضاوتت نکنن تعجب کن. رو نیت یک علامت سوال میذارن. روی نیت شما علامت سوال من همیشه میگم زمان همه چی حل میکنه. بذار هر چی میخوان بهت بگن. تو وقتی جواب ندی چون پینگ پونگ دیگه. این میگه که تو بگی، وقتی تو میگی من میگم ما وقت نداریم جواب اینا رو بدیم. دقیقاً همین چیزی که من میخواستم بگم اینه که وقتی که توی دنیای خود درگیری و طبیعتاً هم به فکر نیستی که دیگران قضاوت بکنن یا نه، چون خود شما در قلبت میدونی که داری کار درست رو انجام میدی. اهمیتی نداره برای دیگران چی میگن، چه جوری میخوان قضاوت بکنن. خب مسلما ناراحت میشه آدم، بعضی وقتا به قول شما چالش ایجاد میکنن، آدم دلگیر میشه. درسته، اما وقتی که تو کار خودت انقدر درگیری نمیتونن زود از توش میای بیرون، وقت نداری. جدی که صحبتی که میکنن حقیقت داره، اصلا وقت نداری و برات هم اهمیتی نداره. دلگیر میشی، دوست داشتی که دیگرونم مثل تو بدون منیت و بدون چشم باش، اما وقت خودتو نمیذاری که اونا رو درست کنی، چون پایوریتی و اولویت ها جای دیگه. این عادت خوبیه. به نظر من وقتی میزننت میخوری زمین، دردت میاد، غمگین میشی، ولی اینکه دوباره زود بلند شی اونه که حالتو خوب میکنه. ولی کسی که آخه امپاتی داره که داریم همدلی رو میگیم، از این خیلی اصلا فلسفه بسیار جالبیه که من دائم با مراجعینم روش کار میکنم. وقتی که به اون مرحله نهایت امپاتی میرسی، حتی کسی که پشت پا انداخته و افتادی، دقیقا به یه مسئله اینجوری بزنم. وقتی که یه ماری شما رو میگزه، منطقی ترین کار چیه؟ بایستی باهاش جر و بحث کنی که چرا منو نیش زدی، یا اینی که بدوی دنبال پادزر. خب در نتیجه کسی که پشت پا میزنه آدم میفته و دلگیر میشه، چالش ایجاد شده، یه نگاهی میکنی و درکش میکنی، برمیگردی میگی این چی میگن، نیش عقرب از کین اقتضای طبیعتش این است. اونجا میتونی رها کنی. این مسئله رها کردن خیلی مهمه. همون مسئله رهاییه، وگرنه همون لحظه که آدم ناراحت مسلمه که نیش میزنه اذیت میشی، ولی بازم میگم وای نمیسی جر و بحث کنی که چرا نیش زدی. هدف یک جای دیگه است. یعنی اگر که من هدفم اینه که میگم مثلا کار تو تمام این سال‌ها دیدم بزرگ بازی کردن، من وقتی هدفم دیگه اینجا یک کلینیک اینجا یا منیتی که من اینجا بشناسن نیست و جایگاه دیگه ای رو من دارم نگاه میکنم، وقتمو تلف نمیکنم توی این سنگه. میدونی مثلا اگه قراره که این رودخونه برسه به دریا، حالا این سنگ جلوی منه، من نمیشینم جلوی سنگ کاری انجام بدم که این رودخونه رو من بعد یه جور دیگه برسونمش به دریا. در اینجا اون هدف انرژی رو میبره به طرف جایگاهی که باید برم راهو پیدا کنم و برم. یادم شما داشتین صبح که صحبت کردین گفتین که مثلا من ترینینگ میذارم برای تراپیستا، برای کوچا، برای این و میگفتی که چرا خب اونها دارن میرن کارهای خودشون رو میکنن و پیش تو یاد میگیرن. که بودیم هدف چیز دیگه است. هدف اینه که اگر قراره این مدل جهانی بشه، اتفاقا قراره اینا ببرن پخشش بکنن، اتفاقا قراره آدمای دیگه برن این کارو انجام بدن. در نتیجه
اون هدف بزرگتری که داری به وجود میاد، مثلا هدف شما کلا فضاییه که انسان‌ها دور دنیا، مخصوصا کسایی که اون وسطشون نمیرسه یا کمک احتیاج دارن، دسترسی داشته باشن به بهترینی که علم پزشکی میتونه به اونها بده. خب این یه هدف خیلی بزرگتریه تا اینی که حالا یه نفر مثلا داره چوبلا چرخت میکنه یا قراره گیر بکنی تو این جریان. ممنونم ازتون، از همه شما عزیزان، به خصوص آقای دکتر که اولین بار بود تشریف آوردن به جمع ما و خیلی استفاده کردیم. و یکی از چیزایی که من ازتون گرفتم اون آرامش بیرونیتون و کارهایی که میکنین همه از درون سرچشمه میگیره. درونتونه که از بچگی این قضیه رو داشته و تبریک میگیم به خودتون و خانواده‌تون و ممنونم ازتون و باز هم دعوت میکنیم بیاین تو این برنامه که استفاده بکنیم. ممنون خانم دکتر. منم از همگی تشکر میکنم، واقعا لذت بردم. مرسی. هدف واقعا تعریف خود نبود، ولی امیدوارم که این مدل ها باعث بشه که جوانایی که انگیزشون از دست دادن دوباره برگرده. من همیشه به دانشجوها میگم خودتو دست کم نگیر، تو میتونی در آینده خیلی تغییرات بزرگی رو انجام بدی و اکثر دانشجوهایی که ما باشون صحبت میکنیم تغییر میجر میدن، اصلا بلند میشن یه آدمای دیگه میشن. هدف ما همینه. حرمت رو بهشون نشون میده، حرمت نفس رو. برای کمک عزیزانی که در سراسر دنیا هستن و دوست دارن بیشتر آشنا بشن با کارهایشون، وبسایتشون، کارهای دیگه، همه اینفورمیشن ها روی برنامه هست. حتما ارتباط بگیرین و بیشتر استفاده کنین. ممنونم ازتون. ممنون.